هر شهری شامی مخصوص خودشو داره، ولی من امروز بازم میخوام تنوع غذاییتون رو ببرم بالا و از شامی رودبار شهر زیتون ایران براتون بگم. پس با من بهنام رستمی همراه باشین. اول گوشت چرخ کرده رو با پیاز رنده شده‌ای که آبش رو گرفتیم تا باعث ترک خوردن شامی نشه و سبزی محلی پلنگمشت که باید ریز خوردش کنین با نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و گلپر ورز بدین تا به چسبندگی برسه و 1 ساعت توی یخچال بهش استراحت بدین. حالا برید سراغ روغن زیتون فرابکر ورژن که از عصاره زیتون بدون حرارت و مواد شیمیایی تهیه شده و طعم و بوی طبیعی و قوی داره. با حرارت ملایم داغش کنین، بعد با دست خیس شامی‌ها رو خیلی نازک و اندازه کف دست من در بیارین و با حرارت ملایم دو طرفشون رو تفت بدین تا فقط رنگشون تغییر کنه و خودشون رو بگیرن و بذارینشون کنار. حالا یه پیاز رو ریز خورد کنین و توی همون روغن زیتون تفتش بدین تا طلایی بشه. بعد گوجه پوره شده رو بریزین توش و با نمک، فلفل سیاه و گلپر تفتش بدین تا آبش نصف بشه. وقتی به این مرحله رسید شامی‌ها رو بچینین توش و حدوداً 45 دقیقه بپزینش و اینم از شامی رودباری آسون و خوشمزمون که کنار برنج کته و سیر و باقالی و سبزی تازه یه ترکیب عالی و رویایی میشه. به 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 و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانتون.